در خدمت آقای مزدک آذر هستیم، فارغ التحصیل کارشناسی ارشد رسانه، کارشناسی ارشد حقوق بشر و دموکراسی و کارشناسی ارشد تحلیل بحران در سوئد. خوش آمدید آقای مزدک آذر عزیز و این برنامه برگ آخر. ببینید شما قبلا در کنفرانس ها و سمینارهای از جمله در دانشگاه لایدن هلند پرداخته اید به نقش رسانه ها در بحران های سیاسی اجتماعی، از جمله در جنگ روسیه با اوکراین. و حالا میخوام بریم سر بحث خودمون. این پژوهش جدیدتون نشون میده که شما و تیمتون که در پوشش اعتراضات اخیر همین دیماه در ایران اینترنشنال حدود 400% بزرگ نمایی کرده به نفع تنها یک فرد و یک جریان سیاسی و BBC حدود 100% بزرگ نمایی کرده. اینها رو شما مستند کردید و میخوام سر همین مستندتون در واقع صحبت بکنیم. هر دوی این رسانه ها یعنی BBC و ایران اینترنشنال با در واقع کنار گذاشتن وظیفه و ماهیت رسانه‌ایشون در یک هدف مشترک تک صدا کردن مخالفان جمهوری اسلامی در واقع بودن. این نتیجه است که من میگیرم از یک جریان خبری در واقع. توضیح بدید خواهش میکنم. بله، سلام به شما و بینندگانتون و متشکرم از اینکه از من خواستید که نتیجه این پژوهش مفصل رو که یک تیم البته انجام دادیم، منتها من به نمایندگی از اونها ارائه میکنم رو خدمت شما و مخاطبینتون اعلام بکنم. شاید اول یه خیلی خلاصه بخوام بگم، ما یک چیزی حدود 4500 محتوا و ویدئو رو از سطح فضای مجازی در 3 پلتفرم توییتر، تلگرام و اینستاگرام رو رصد کردیم. اونایی که تکراری نبود، خب روش‌هاش رو دیگر رو اشاره نمی‌کنم، غیر تکراری 4500 تا بررسی کردیم ببینیم این شعارها چه راستایی دارن. اولین چیزی که نتیجه‌ای که گرفتیم، کلیت شعارهایی که در اعتراضات دیماه 404 بود علیه تمامیت در واقع نظام جمهوری اسلامی بود و نه فقط بخشی از اون، یعنی نه فقط علیه دولت، نه فقط علیه مثلا قوه قضاییه، علیه کلیت جمهوری اسلامی بود. و میتونیم بگیم که الگو و محتوای این شعارها اینو نشون میده که معترضین خواستار براندازی جمهوری اسلامی بودن و نه فقط انتقاد داشته باشن. این نتیجه اولی بود که ما از در واقع تحلیل محتوای این 4500 ویدیو و محتوا داشتیم. نتیجه دومی که گرفتیم این بود که در مورد شخص مشخص آقای رضا پهلوی یا جریان پادشاهی خواه یا جریان‌هایی که با ایشون احساس نزدیکی میکنن به هر دلیلی، ما می‌خواستیم بدونیم که خب حرفای مختلفی زده میشه، رسانه‌ها کارهای مختلفی میکنن و تحلیل‌های مختلفی رو بیان میکنن. ما می‌خواستیم ببینیم که واقعیت چیست. محاسباتی که ما کردیم از بررسی حدود 20 روز در واقع پوشش اعتراضات در موجود در دسترس در فضای مجازی، یک چیزی هولوش 17% از شعارها کلمات پهلوی یا شاه توی اونا بود. یعنی انواع شعارهای از این دست که شما مثلا فکر کن این آخرین نبرد پهلوی برمیگرده، جاوید شاه، رضا شاه، روحت شاد، زجه بزن موشلی، دارمیاد پهلوی و امثال اون. هر چیزی که هر کلمه پهلوی یا شاه توش وجود داشت حدود فقط 17% بود. بنابراین میزان وزن واقعی شعارهای مردم در خیابانها در طی 20 روز و صدا زدن این شعارها 17% بود. الباقی در واقع وزن شعارهای دیگر ضد نظام جمهوری اسلامی بود. این نتیجه اولی بود که ما گرفتیم. نتیجه دوم این بود که حالا رفتیم سراغ 2 رسانه پربیننده فارسی زبان که یکیش ایران اینترنشنال هست و یکیش BBC فارسی. در بررسی که ما انجام دادیم در مورد این رسانه ها این بود که اگر عدد واقعی وزن شعارهای به سمت پهلوی یا شاه 17% بوده در موجود در دسترس، ایران اینترنشنال در خروجیش، در درگاه خروجیش چه میزانی و چه وزنی به این شعارها داده؟ حیرت آوره، 81%. یعنی عدد 17% وزن واقعی رو 81% به نفع پهلوی شاه در واقع نشون داده. اینم توی پرانتز بگم که
این بحث هست که کسی که میگوید جاوید شاه الزاما منظورش پهلوی یا مشخصا رضا پهلوی نیست. ما از این فاکتور گرفتیم، ما همه اینا رو با هم جمع می‌بندیم، فرض می‌کنیم همه یک گرایشن. ایران اینترنشنال حدود 81% وزن به شعارهای رضا پهلوی و شاه داده، یعنی 19%ش آن چیزی است که بقیه شعارهایی که مردم میدن، در حالی که واقعیت اینه که این باید 17% بود. توی نمودار بعدی که شما نشون خواهید داد، اینجا وقتی محاسبه میکنید یعنی 17% رو به 81% تبدیل کردن درصد بزرگنمایی نسبی که ایران اینترنشنال انجام داد، یعنی انحرافی که در این ماجرا وجود آورده 376%، یعنی نزدیک 400% ایران اینترنشنال بزرگنمایی به نفع جریان آقای رضا پهلوی انجام داده. من جزئیات اینا رو خواهم گفت. رسانه بعدی که ما بررسی کردیم بی بی سی فارسی بود. بی بی سی فارسی رو هم در طی همین 20 روز در واقع بررسی کردیم که در واقع چه میزان پوشش خبری داشته. یه چیزی هولوش مثلا 1500 آیتم داشته. در مورد ایران اینترنشنال بگم که خب اونم اعداد و ارقامش خیلی در واقع مشخصه. ما یک چیزی هولوش 180 آیتم توی روز داشته، یه چیزی حدود 3200 در طی این 20 روز و 3600 که 3200 داشت به اعتراضات مربوط بود. در مورد در واقع بی بی سی هولوش 80 و خورده 88 در روز آیتم داشته در مورد این ماجراها. 1500 آیتم. اجازه بفرمایید معذرت میخوام. من از دوستان خواهش میکنم که این نمودارا رو بردارن از روی صفحه، چون با اعدادی که آقای آذر میگن یه مقدار این نمودارا خودش هم عدد داره، قاطی میکنیم ما این اعدادو. بعد حالا کلش رو جمع ببندید آقای آذر که من بتونم با جزئیات سوال کنم. این نمودارهایی که هست شماره بندی شده است و خواهش میکنم با شماره ها شما هر جایی که لازمه بفرمایید که بتونن دوستان با همون شماره پخش بکنن که درباره‌اش توضیح بدین. میخواید در واقع شماره ما ایران اینترنشنال شماره 3 رو اگه میخواید نشون بدید. بله، همونطور که گفتم از بررسی محتوای خروجی ایران اینترنشنال متوجه شدیم که میزان پوشش و آیتم ها و محتواهایی که برای آقای پهلوی پخش کرده حدود 81%. جزئیات اینو من بعداً خواهم گفت، در حالی که عدد واقعی باید 17% می بود. این اسلاید بعدی شماره 4 رو اگه شما نشون بدید، معنیش این هست که ایران اینترنشنال 376% بزرگنمایی به نفع جریان آقای پهلوی کرده، یعنی کلمات شاه و پهلوی رو در شعارها نشون داده، مصاحبه کرده، تیتر زده، خبر رفته، گزارش رفته، کارشناس آورده، پیام از آقای پهلوی پخش کرده. خروجیش 81% وزن داده به این جریان، در حالی که باید 17% بود. معنیش این است که 376% بزرگنمایی کرده. خب به همین ترتیب اگه بعدی رو ما بخوایم نگاه بکنیم، بی بی سی رو بررسی بکنیم، همونطور که گفتم اسلاید شماره 5 اگه نگاه بکنیم، ما بی بی سی در طول 20 روز نگاه کردیم که بی بی سی چه کاری کرده، چه جور پوشش داده، عملکردش چی بوده. یه چیزی هولوش 1500 در واقع آیتم در مثلا کانال تلگرامیش وجود داره که مربوط به اعتراضات، کلش 1700 خورده ولی 1500 تاش اعتراضات. عدد 17% واقعی که از فضای مجازی شما میتونید برای وزن جریان آقای پهلوی ما پیدا کردیم در نتیجه اولمون از بررسی‌های دیگمون، وقتی بی بی سی نگاه می‌کنی می‌بینی که حدود 35% در واقع یه چیزی هولوش 2 برابر کرده این عددو، که اگه اسلاید بعدی رو ببینیم معنی این هست که 17% واقعی که کلمات پهلوی و شاه در خیابان‌ها تکرار شده و صدا زده شده توسط بی بی سی، خروجی بی بی سی اینجوری نشون داده میشه که یه چیزی هولوش 105% بزرگنمایی به نفع جریان آقای پهلوی شده. این کلیات در واقع این قضیه است که حالا اگه بخوام که یه خورده جزئی تر بررسی بکنم، ما گفتیم 4500 ویدیو و محتوا رو بررسی کردیم، رسیدیم به عدد 17% و 83%. 17% کلمات شاه و پهلوی، 83% کلمات دیگری. شعارهای اساسی و اصلی که در این اعتراضات داده شده که اسلاید شماره 1 اون اگه بخوایم یه بار دیگه برگردیم نگاه کنیم که من یکم بیشتر توضیح بدم، ما به این نتایج رسیدیم که 5 شعار اصلی که در حدود 60% وزن تمام شعارهای داده شده در خیابان‌ها در سطح بالا و 50 شهر در 20 روز در نقاط مختلف، زمانهای مختلف، در مقطع 7 تا 27 دی‌ماه، اولین شعار و پرتعدادترین شعاری که داده شده مرگ بر دیکتاتور هست.
اینم بگم که ما یه چیزی حدودش 130 شعار رو لیست کردیم و اینا شما مهمتریناش که پرتعدادترین ها بوده رو الان من دارم اینجا بیان میکنم. بیشترین تعداد در واقع شعاری که داده شده مرگ بر دیکتاتور بوده، بعد به ترتیب امسال سال خونه سید علی سرنگونه تا آخوند کفن نشود و بعد مرگ بر خامنه ای و بعد آزادی آزادی. اینا همین 5 شعار 60% کل شعارهایی که توی خیابان‌ها داده میشده رو در بر میگیره و به همین ترتیب اگر بخوایم در نظر بگیریم یه خورده دقیق‌تر در نظر بخوایم بگیریم، ماجرا از این قرار است که وقتی حالا سراغ در واقع رسانه ها میخوایم بریم بررسی بکنیم، ببینیم مثلا ایران اینترنشنال رو در نظر بگیریم که چطور پوششی داده، که اسلاید شماره 4 رو وقتی شما نشون بدید دوباره ببینید ایران اینترنشنال توی خروجیش در کانال تلگرامیش چه کرده. ایران اینترنشنال به محض اینکه صحبت از اعتصاب میشه در بهمن ماه 6 و 7 8 بهمن، اولین چیزی که میاد انجام میده پیام آقای رضا پهلوی میذاره. بلافاصله چند دقیقه بعد دوباره درباره آقای پهلوی، بلافاصله چند دقیقه بعد یک شعار در مورد آقای پهلوی، بلافاصله زیرنویساش تبدیل میشه به آقای پهلوی، بلافاصله کارشناس میاره درباره آقای پهلوی حرف میزنه، بلافاصله مشاورای آقای پهلوی رو میاره. تیتر اولش وقتی حرف میزنه به هر ترتیب بالاخره یک کلمه پهلوی میاره، یه بار میگه شاهزاده رضا پهلوی یا حداقل یه زیرنویس رضا پهلوی میذاره. در واقع وقتی شما به ایران اینترنشنال نگاه میکنید، پوششش توی این 20 روز، متوجه میشید که ایران اینترنشنال اصلا یک رسانه بی‌طرف نیست در این مورد، یک رسانه کاملا جهت‌داره و من میتونم بگم که حتی کار رسانه‌ای نمیکنه. کاری که ایران اینترنشنال در طی این 20 روز در قبال در واقع خدمتی که در ترویج و تبلیغ آقای پهلوی انجام داده، بیشتر به مثابه یک دستگاه تبلیغاتی برای ستاد انتخاباتی است. یعنی احتمالاً یه همچین چیزی که فرض بر این است که خب جمهوری اسلامی که ساقط شده توسط مردم، حالا یه عده دارن با هم رقابت میکنن که چه کسی مثلا کاندیدای فرض کنید رهبری دوره گذار باشد یا عضو رهبری شورای گذار، یا چه کسی دارد کاندیدا میشد مثلا برای مقام نخست وزیری یا برای مجلس یا برای ریاست جمهوری. عملکردی که ایران اینترنشنال از خودش نشون میده در واقع عین این است که داره رسما تبلیغات سیاسی انتخاباتی برای آقای رضا پهلوی میکنه. اصلا کارکرد رسانه رو به طور کلی از دست میده. برای اینکه شما میتونید 20% بزرگنمایی، 20% انحراف از وزن میانگین واقعی رو متوجه بشی، میگی یه ایرادی توی کار هست. 40% رو میتونی متوجه بشی، 50% رو میتونی متوجه بشی. به بی بی سی که میرسی میشه 100% بزرگنمایی به نفع آقای پهلوی. خب باید جواب بدن که چرا. به ایران اینترنشنال که شما میرسید میشه 400%. دیگه این 400% تصادف نیست. این انتخاب تشکیلاتی به اسم ایران اینترنشنال است، سیاست‌های سردبیریش یا هر دلیل دیگه که دارن که باید توضیح بدن، که رسما تبدیل شدن به جای پوشش دادن صدای اعتراضات مردم، گرایش‌های مختلف سیاسی، نظرات مختلف، شعارهای مختلف، 81% وزن خروجی که دارن پوشش میدن رو به مردم ایران و رو به کل جامعه در خدمت جریان آقای رضا پهلوی است. و به این ترتیبه که برخی از کاربران فضای مجازی استفاده میکنن، مثلا میگن کودتای رسانه‌ای یا امثال هم، و بعد البته هستن خبرنگارانی یا کارمندانی از این رسانه ها که میان و تکذیب میکنن، دلایلی هم میارن. ولی اینجا ما با پژوهش ببینیم کل ویدیوها و محتوایی که ما بررسی کردیم یک چیز حدود 9000 خورده 10000 تا 4500 تا مستقل از این رسانه ها و یک چیزی مجموعاً همه اینا با هم 10000 تا. یعنی اگه بخوایم در نظر بگیریم تقریبا نزدیکترین به امر واقعی که کسی میتونه بررسی بکنه. این پژوهش بر اساس دیتای واقعی موجودی که ما جمع‌آوری کردیم و آنالیز کردیم، دونه دونه‌شون آنالیز کردیم، داره به ما میگه که ایران اینترنشنال رسانه بی‌طرفی نیست، رسانه کاملا با طرفی است. یعنی اگر صدا و سیمای جمهوری اسلامی آقای آذر صدای بنده رو میشنوین؟ بله. عذر میخوام، ببخشید من میکروفونم نمیم یه اشکالی پیدا کرده بود. من تذکرم ضمن گرفتم که دارم بلند حرف میزنم، الان خیلی دیر وقت شد برای ما. آخه خب ببینید، این اعدادی که شما میگین اتفاقا مورد سوال من بود و نمیخوام تون بگیم بگذارین ازش. و من به هیچ وجه نه تنها نمیخوام، فکر نمیکنم شما هم بخواید که در واقع برداشت بشه که خصومتی احیانا با
ایران اینترنشنال یا با BBC یا با هر رسانه دیگه احیانا هست، لااقل از طرف من، از طرف شما هم عرض میکنم که من با شناخت که ازتون دارم چنین چیزی صدق میکنم. ببینید مشکل اینه که من خطاب به مردم عرض میکنم، بعد میام ازتون سوال میکنم. مشکل اینه که این حرفایی که ما داریم میزنیم حرفای پیش پا افتاده و دم دستی نیست که حالا خب حالا اینجوری شد، خب حالا درست میشه میره. در یکی از، شاید نه تنها یکی، در سرنوشت سازترین لحظه تاریخیش داره ایران به سر میبره و مردم ایران، چه در پیوند با، یعنی از 1400 سال پیش تا حالا واقعا دیگه روشن. در چنین وضعیتی رسانه‌های ماهواره‌ای نقششون به مراتب بیشتر از هر رسانه دیگری است برای مردم ایران که بهشون خوراک خبری بدن، آگاهی بهشون بدن، در همین فرصت کم بتونن بیشتر آگاهشون کنن به حق خودشون، به سرنوشت خودشون، به چگونگی راهی که دارن میرن. اینو خود مردم با شنیدن اخبار درست میتونن تشخیص بدن اگر ما اخبار درست بهشون بدیم. و بالعکسش هست، ما میتونیم خیانت کنیم به این مردم به عنوان رسانه‌های پربیننده. ما یه ماهواره رو دارم میگم، نه شخص بنده رو. میتونیم خیانت کنیم با دروغ گفتن به همین مردم و فردا باید جواب بدیم. زودتر خوب خودمون اصلاح کنیم. نکنید رفقا، دوستان، سروران بزرگوار رسانه های ایران اینترنشنال و BBC که BBC برام حیرت آوره. BBC همیشه اینی که من دارم میگم به قول اخوان مدونم و ثابت میکنم که BBC همیشه تیترهای خبرهای وبسایتش برای من همیشه عصبانی کننده بود در طول تمام 20 سال گذشته. مطالبش، حتی برنامه هایی که خیلی از برنامه‌هایی که میذاشت، تحلیل هایی که میکرد، همش در جهت مشی اصلاح طلبانه جمهوری اسلامی بود. چجوری یهویی میشه 100% بیشتر در جهت تک صدایی کردن ایران به نفع یک نفر حرکت میکنه ناگهان؟ چه بویی آمده؟ من واقعا نمیفهمم. ما موقعیت مردم ایران رو در عرصه جهانی، موقعیت شاهزاده رضا پهلوی رو در عرصه جهانی، در عرصه دیپلماتیک داریم میبینیم. نمیدونم این بو از کجا آمده، به مشام BBC خورده. من صحبتمو تموم میکنم. آقای بزدک، سوال: در مجموع ویدیوهایی که دیدین، من داشتم اینجا تمام پژوهش نامه شما رو نگاه میکردم، در مجموع ویدیوهایی که دیدین، همین الان ما عکس نکات که اشاره کردین، مثلا ویدیوهایی که از ایران اینترنشنال گرفتین و در این پژوهشنامه هست، از BBC گرفتین، اینا رو نشون میدم الان که بیننده هم در جریان قرار بگیرن اگر دسترسی به وبسایت هاشون نداشتن. به ما بگید شما که در مجموع چند تا ویدیو رو بررسی کردین و این اعداد رو دقیق به ما بگین که بتونیم مستند داشته باشیم. و البته راه هم باز، میکروفون باز برای هم دوستان BBC، هم دوستان ایران اینترنشنال، هم دوستان صدای آمریکا، هر کدوم بخوان احیانا در نقد این برنامه و حرفایی که بنده و شما میزنیم بیان صحبت بکنم. بفرمایید. ببینید، ما 4500 ویدیو محتوا و بیشتر ویدیو در فضای مجازی در اینستاگرام، توییتر و تلگرام رو بررسی کردیم. غیر تکراری ابزارش هست. حالا من چیزای تکنیکال رو نمیگم که چگونه دیداپلیکیت اسمش هست، که چطور تکراری حرف نزنیم و از این تکراری در واقع بررسی نکنیم. اگه دو تا ویدیو شبیه همن، اگه کپشن های مختلف، کیفیت های مختلف زدن، بازم یه ویدیو حساب میشن. اونا رو چجوری استخراج بکنیم؟ علاوه از این حدود 6000 خورده بوده، 4500 ویدیو و محتوای مستقل که توش مردم دارن شعار میدن در صحنه‌های مختلف. اینو اول یکی اینو بررسی کردیم که از توش در اومد که چه شعارهای برتر و بیشتری تعداد بوده، که گفتیم 5 شعار اصلی: مرگ بر دیکتاتور، امسال سال خونه، تا آخوند کفن نشود، مرگ بر خامنه‌ای و آزادی آزادی. اینا 5 شعاری بود که 60% کل شعارها رو میسازه، برخلاف حرفای دیگه که
خیلی دیگه میزنن. این یه پژوهشه که بعد در همین پژوهش ما گفتیم 17% شعارها کلماتی مثل شاه و پهلوی توش بود. همه اون شعارها باز میخوام این ویدیوها رو شما از کجا گرفتین؟ ببینید از بیش از 200 اکانت. اگه میخواید جزئی تر به شما بگم، یه مثالش اینه: شما وقتی توی اینستاگرام با اکانت شخصی خودتون صدای آمریکا رو فالو نکن، بی بی سی رو فالو نکن، اینترنشنال رو فالو نکن، اینایی که میخوای بررسی کنی بذار کنار که نیاد توی الگوریتم. یک ویدیوی تجمعات شما نگاه بکن، روش نگه دار، 2 بار 3 بار همون یه دونه ویدیو رو شما تکرار کن. الگوریتم اینستاگرام میفهمه شما اینو میخوای، شبیه اینو میخوای. اگه رسیدی تصادفاً بی بی سی رو داره بهت میده، بی بی سی رو سریع رد کن، چون شما الان نمیخوای بی بی سی رو بررسی کنی. 5 بار 6 بار که این کارو بکنی، شما تا قیام قیامت برات ویدیو میاره که تجمعات ایران، اعتراضات اخیر، اون اکانتایی که شما نمیخواید و طبق الگوریتم میفهمه که دیگه برات نیاره. ما 200 اکانت مختلف رو بررسی کردیم: وحید آنلاین، حقوق بشریا، گروه‌های اتنیکی، سازمان‌های سیاسی. 200 اکانت مختلف رو بررسی کردیم الا اینترنشنال و بی بی سی، چون اینا رو می‌خواستیم بعداً بررسی کنیم جداگانه. یه چیزی حدود 6000 ویدیو بررسی کردیم، تعدادش تکراری بود، حذف کردیم. 4500 تاشو در واقع بررسی کردیم و نگاه کردیم که چه شعاری داره میده. آیا داره میگه بی شرف، بی شرف، مرگ بر دیکتاتور، یا میگه رضا، مثلا رضا پهلوی. لیست کردیم کدام شعارهای کلی علیه نظام است، کدام شعارهای اختصاصی برای آقای پهلوی یا جاوید شاه یا رضا شاه رودک‌شاه است. که عرض کردم به این ترتیب از این 4500 محتوا ما به نتیجه رسیدیم که 17%ش در واقع شعارهایی بود که کلمه پهلوی یا شاه توش بود. مرحله بعدی حالا می‌خوایم اینترنشنال رو بررسی کنیم. دیگه اینترنشنال خیلی ساده است. شما کانال تلگرامی اینترنشنال وقتی نگاه می‌کنی، از 7 دی تا 27 دی، 20 روز بررسی بخواید بکنید، یه چیزی وقتی نگاه می‌کنید می‌بینید 180 حدوداً آیتم در روز در کانال تلگرامیش هست. در طول 20 روز میشه 3600 تا. وقتی نگاه می‌کنی می‌بینی از این 3000 مثلا مادورو هم ممکنه توش باشه، دستگیری مادورو. وقتی نگاه می‌کنی بررسی می‌کنی می‌بینی 3200 تاش در واقع مربوط به اعتراضاته. در مورد اینترنشنال متاسفم که بگم بررسی اینترنشنال، حتی من به شما میتونم بگم چقدر زمان بردن اینا. بررسی اینترنشنال کمتر از 4 ساعت وقت میخواد، کمتر از 5 ساعت. دلیلش متاسفانه اینه که در مورد وقت ایران اینترنشنال به صورت پایلوت ما اول مطالعه کردیم، این که همش درباره پهلویه اکثرش. پس در مورد اینترنشنال سوال این بود که چه چیزی در مورد پهلوی نیست. پس خیلی راحته، شما فقط کافیه کانال تلگرامی اینترنشنال رو بالا پایین کنی، ببینید چقدر از اینایی که در ارتباط با اعتراضات است در ارتباط با آقای پهلوی نیست. فقط 19% نیست. 81% درباره آقای پهلویه. بی بی سی برعکسه. بی بی سی 35% درباره آقای پهلویه. پس باید توش نگاه بکنی کدوم در مورد آقای پهلوی هست، چون اکثریتش در مورد آقای پهلوی نیست. بی بی سی چقدر زمان میبره؟ تقریبا اونم نزدیک به نصف روز زمان میبره. بررسی بی بی سی سخت‌تر بود از اینترنشنال، برای اینکه اینترنشنال اصلا یکسره کرده بود کارو، یا پیام آقای پهلوی رو نشون میداد، یا مشاوره آقای پهلوی رو نشون میداد، یا آقای مراد ویسی یا آقای مهدی مهدوی آزاد یا نیوشا سارمی یا فرداد فرهزاد، اینا در مورد پهلوی حداقل یه بخش از حرفشون در مورد آقای پهلوی و تبلیغ و ترویج، نه اینکه آقای پهلوی نقد بشه، تبلیغ و ترویج به مثابه دستگاه در واقع مثل دستگاه روابط عمومی و ستاد انتخاباتی. ولی بی بی سی یکم سخت‌تر بود. به همین دلیل هم هست که بی بی سی 100% بزرگ نبوده. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که بی بی سی مخصوصا توی 10-15 روز اول خیلی بهتر کار کرد. از یه جایی بعد اونم شیبش به سمت در واقع اضافه شدن وزن چیزی که در ارتباط با آقای پهلوی توی کانالش در واقع بیشتر شد. به خاطر همین رسید به عدد 35%. اگه اشتباه نکنم عدد رو من قاطی نکنم، بله 35%. برای بی بی سی ما باید بیشتر دقت می‌کردیم، چون اینترنشنال یا توی اونجا توی کپشن زده پهلوی، یا توی تکستش زده، یا تو زیرنویس زده، خیلی واضحه. ولی بی بی سی باید نگاه می‌کردی که اوکی اینجا توی این تکست چیزی شما پهلوی نمی‌بینی، مجبور می‌شدی که بری ویدیوهاش هم نگاه بکنی یا اون مصاحبه رو نگاه بکنی ببینی که چی رو داره تبلیغ می‌کنه. بی بی سی بیشتر زمان برد چون بی بی سی حرفه‌ای‌تر عمل می‌کنه، بی‌جهت‌تر عمل کرده بود. به همین دلیله که یعنی کانتکست داده بود، طرف‌های مختلف رو بررسی کرده بود، حرفای مختلف رو زده بود، گاهی دیدگاه‌های مختلف رو آورده بود بررسی کرده بود.
اما کماکان 100% بود، یعنی 2 برابر کرده بود وزن واقعی موجود در خیابان رو در پوششش و در خروجی خودش 2 برابر، یعنی 100% 105-6% در واقع بزرگنمایی کرده به اسم به نام آقای پهلوی یا به سمت این جریان سیاسی. اگه بخوام یه بار دیگه کوتاه بگم، ما 4500 ویدیو و محتوای مستقل رو در فضای مجازی از بیش از 200 اکانت بررسی کردیم. اون وزن شعارها بود. 3200 محتوا از ایران اینترنشنال و 1500 محتوا از بی بی سی فارسی. علت این که تعداد محتوای بی بی سی که بررسی کردیم کمتر از ایران اینترنشنال است، در اینکه بی بی سی تعداد کمتری، یعنی 80 تا در روز 88 تا در روز تولید میکنه محتوا، در حالی که ایران اینترنشنال یه چیزی حدود 100 خورده محتوا تولید میکنه. به این ترتیب ما مجموعاً 9200 محتوا رو بررسی کردیم. یه چیزی مجموعاً حدود 5 روز بررسی محتواها و جمع‌آوری و تحلیل و اینا، در کلاً رو هم 12 روز اینا وقت برد و ما در 3 مرحله این کار رو انجام دادیم. مثلا یعنی بین چه تاریخی تا چه تاریخی بازه زمانی بررسی شما بود؟ ببینید نکته مهم اینه، ما خیلی زود شروع کردیم. ما از 8 و 9 بهمن شروع کردیم، ولی هی بینش گسست میافتاد به دلایل مختلف. نکته نه ویدیوها متعلق به چه تاریخی؟ 7 تا 27 بهمن. بسیار خوب، بفرمایید. ببخشید. یعنی ممکن است ویدئویی از 27 بهمن بیرون اومده باشه که مال دی منظورتونه، نه بهمن. دی، ببخشید. 7 تا 27 دی. 7 تا 27 دی. یعنی ممکنه یه ویدئویی رو ما داریم در 27 بررسی می‌کنیم مربوط به روز 20 باشه. پس ما این بازه زمان چون می‌خواستیم ببینیم هر چی بیشتر انتشار پیدا کنه، هر چی اون اقیانوس داده‌های ما بیشتر باشه، دقت مطالعه و دقت نتایج مطالعه. خب فرمودید در 3 مرحله بفرمایید. بعد در 3 مرحله ما این کار انجام دادیم، به عددهای مختلف رسیدیم. بعد که هی موج جدیدی از ویدیو میومد، ما دوباره از اول انجام میدادیم. اعداد ارقام 3 مرتبه عوض شد. این چیزی که الان بهش رسیدیم تقریبا خیلی دقیق ترینه. ممکنه 1 یا 2% اگه بازم ویدیوهای بیشتری بیاد بیرون تغییر بکنه. فقط یه نکته رو من میخوام بهتون بگم. به نظر من نتیجه مطالعه ما در مورد بی بی سی اگر بازه زمانی رو بیشتر بکنیم احتمالاً تغییر خواهد کرد و دلیل دارم برای این. یعنی ما متوجه شدیم که از 27 در واقع دی ماه به بعد بی بی سی یه شیبی به سمت بزرگنمایی، شیب تندی به سمت بزرگنمایی داره میره و متوجه نیستیم چرا. مثلا چیزایی که در مورد آقای پهلوی و جریان پادشاهی پخش میکنه حتی با گرایش مثبت تبلیغ گرایانه داره در موردش بیشتر میشه. مثلا اگه بخوام یه مثال به شما بزنم، همین چند روز پیش خانم فرناز قاضی زاده یه مصاحبه میکنه با آقای پروفسور جورج لاوسن و داره در مورد جریان اخیر ایران صحبت میکنه با ایشون یکی از متفکرین در واقع نظریات سیاسی و بررسی کننده انقلاب‌ها و اینا هستن. جمله‌ای که خانم فرناز قاضی زاده میگوید به عنوان یک آدمی که یک برنامه نظریه سیاسی، میزگرد سیاسی رو داره اجرا میکنه، نمیتونه نظر شخصی خودش باشه. این عین جمله ایشونه در این مصاحبه در دقیقه 4 ثانیه 3. فرناز قاضی زاده به آقای جورج لاسن میگوید این بار شاهزاده رضا پهلوی تبدیل شده به نقطه کانون این جنبش. و سوال من از خانم فرناز قاضی زاده که این جمله رو که بار سیاسی بسیار مشخصه شما بر چه اساسی میگید؟ این سیاست بی بی سی آیا این سیاست سردبیری بی بی سی آیا نتیجه گیری و جنبندی اصلا میتواند جنبندی یک رسانه باشه، رسانه بی‌طرف؟ و بعد در دقیقه 5 و ثانیه 34 بازم آقای جورج لاسن میگه که بابا این مملکت شما دارین دربارش حرف میزنید که یه دور پادشاهی و سلطنت کنار گذاشته و مردم به یه دلیلی کنارش گذاشتن. بعید میدونم حرف آقای لاسن، بعید میدونم که دوباره این مردم بخواد، اینا دیگه حرفای من نیست، من به جای بحث رسانه‌اش میخوام بگم، بعید میدونم که دوباره مردم بخواهن سلطنت رو داشته باشه هر چند که تعدادی شعار بدن، هر چند که تعداد عکس دست بگیرن. بلافاصله فرناز قاضیزاده خانم قاضیزاده میفرماید ولی ما نمونه‌های موفق برگشت سلطنت رو هم توی دنیا داریم. فکر نمی‌کنید این یکی از اونها باشه؟ و من اصلا تعجب می‌کنم، یعنی یک مجری چطور میتونه بگه آقای رضا پهلوی نقطه کانون این جنبش هست یا نیست؟ یک مجری بی‌طرف که داره با یک صاحب نظری سیاسی حرف میزنه. در واقع اینجا شما احساس نمی‌کنید خانم فرناز قاضیزاده داره حرف میزنه، شما احساس می‌کنید فرداد فرهزاد است که میاد توییت میکنه این فراخوان 18 و 19 دی ماه وضع‌کشی سیاسی است. یعنی دقیقاً همون چیزی که من گفتم، ستاد انتخاباتیه. فرناز قاضیزاده هم در واقع این کارو کرده. میخوام بگم خلاصه حرفم اون 100% بزرگنمایی که ما در مورد
BBC در واقع بهش رسیدیم، اگر اون بازه زمانی پژوهشمون رو گسترش بدیم احتمالاً بزرگنمایی BBC بیشتر خواهد بود، برای اینکه الان داره کیفیت‌ها و محتواهای بیشتری تولید می‌کنه که به اون سمت داره میره. ولی مثلا در مورد ایران اینترنشنال جریان خیلی واضحه. مثلا ایران اینترنشنال خیلی بیشتر و جدی‌تر از رسانه من و تو در واقع تبلیغ و ترویج آقای پهلوی رو میکنه. شاید برخی فکر کنن من و تو بیشتره، نه اینطوری نیست. من و تو صدای محدودی داره در این دوره، برنامه‌های محدودی ما داره. درباره همین رسانه‌های جریان اصلی در واقع بله به همین میگم. صحبت میکنیم. ولی ایران اینترنشنال چیکار میکنه؟ ایران اینترنشنال سرخط خبرش هست، مصاحبهش هست، مصاحبه با کارشناس هست، میزگرد خبری هست، میزگرد سیاسی هست، زیرنویس هست. خب هدفش روشنه. ببینید من سوالم اینه، در واقع آخرین سوالم اینه که جنبندی بار فشرده خواهش می‌کنم بفرمایید. چه ضرری داره برای مردم ایران، چه ضرری میرسونه به مردم ایران اینجور کار رسانه‌ای در پوشش در واقع به اسم، بهتره بگم به اسم کار رسانه‌ای حرفه‌ای و خبری، چه ضرری به مردم میرسونه؟ ببینید آقای فداعتی، چرا بدی؟ خلاصه بگین. آره. ببینید ما توی علم رسانه یک چارچوب نظری مفهومی داریم به اسم political pluralism، توازی سیاسی. یعنی چی؟ یعنی شما دستگاه جمهوری اسلامی صدا سیماشو داره، تعارف هم نیست، هممون میدونیم این ماجراش چیه. شما میدونید سازمانی به نام مجاهدین سیمای آزادی دارد، تعارفی نیست، همه میدونن این رسانه مال اونجاست. شما میدونید من و تو فلان است، شما میدونید فلان رسانه فاکس نیوز جریان خبری است که به کدام جناح قدرت سیاسی در آمریکا نزدیکه، یا CNN به کدام یکی نزدیکه. وقتی شما میگید که من رسانه مستقل و بی‌طرفی هستم و اعتماد مردم رو جلب میکنید طی سالها، و بعد میای در یک همچین بزنگاه سیاسی تبدیل میشی به دستگاه تبلیغاتی و ستاد انتخاباتی، اطلاعات نادرست داری میدی، جهت‌دهی اشتباه به افکار عمومی داری میکنی، جریانی رو برجسته میکنی و به یه معنا بقیه صداها رو خفه میکنی. چون در همون بحث علم ماجرای در واقع علم تحلیل رسانه ما یه چیزی داریم به اسم اجندا ستینگ. تو تعیین میکنی که حقیقت چیست و چیزی که دربارش حرف میزنی گویا اصلا وجود نداره. تو وقتی در مورد طرز تفکر ب جیم دال حرف نمیزنی اصلا انگار وجود نداره، و وقتی فقط صدا رو به یک طرز تفکر داری میدی، داری فقط همون رو باز تولید میکنی. ما در مملکتی در واقع زندگی کردیم و من و مبارزه کردم و ما در دارای مملکتی حالا حرف میزنیم که یکی از گرفتاری‌های بزرگش استبداد و فقر و فلاکت و مصیبت، تک صدایی، یک رژیم تک صدایی. اگر ما موفق نشیم چند صدایی ایجاد بکنیم بر علیه این تک صدایی و فقط بخوایم با تک صدایی علیه تک صدایی بریم، خب باز میشه باز تولید همون مصیبت. حالا یه وقتی یک جریان سیاسی هست که میگه آقا من فقط قدرت رو میخوام و منم در مقابل جمهوری اسلامی، حرفشو میزنه، حرفش هم شما گوش میکنه یا میپذیری یا نمیپذیری. ولی وقتی یک رسانه میاد میگه من بی‌طرفم، اما بی‌طرف نیست، کاملا جانبدارانه و برای یک جریان سیاسی خاص که اتفاقا اکثریت به نظر آن مردم ایران رو هم با خودش نداره، حتی اگه اکثریت هم میداشت نباید این کارو میکرد. این رسانه داره آموزش اشتباه میده، خبر اشتباه میده، جریان سازی اشتباه میکنه و به یک اعتبار خدمت نمیکند به تغییر اجتماعی سیاسی مثبت برای این مرحله از تاریخ ایران که عبارت باشد از خواست عموم مردم که سرنگونی است. ما در تحقیقمون نشون دادیم که مردم خواهان سرنگونی هستند در این دوره و در دوره قبل هم بوده، در این دوره مشخص توی تحقیق ما همین در میاد. ولی کاری که ایران اینترنشنال میکنه به این اعتمادها ضربه میزنه، فراخوان‌هایی رو منتشر میکنه که نتیجهشو داریم میبینیم. من نمیخوام وارد اون بحث بشم برای که اون یه بحث بسیار مفصلیه. ولی اگه ایران اینترنشنال بیاد بی رو در رسید و رو راست بگه ما جریانی هستیم، رسانه‌ای هستیم متعلق به این جریان فکری، ما صدای آقای رضا پهلوی و سلطنت طلبان یا به عبارتی پادشاهی خواهان هستیم، من هیچ انتقادی نمیکنم، میگم خب تو درست داری میگی. 81% خروجی تبلیغ آقای پهلوی بوده و واقعیت روی زمین رو برداشتی حدود 400% بزرگنمایی کردی. من به تو ایرادی نمیگم اینترنشنال، اما وقتی می ادعا میکنی که بی‌طرفی و مردم فکر میکنن تو بی‌طرفی ولی بی‌طرف نیستی، جهتگیری داری، این اصلا خدمت رسانه‌ای نیست. اون خدمتی که رسانه باید به عموم مردم بکنه نیست. شما در خدمت باز تولید تک صدایی هستی و خاموش کردن صدای بخشی از جامعه.
و به بسیار باز تولید مشکل و مصیبت. من حالا نمیخوام کلمات تندتری استفاده بکنم، میشه خیلی چیزای دیگه هم گفت، ولی خدمت نکردن، اشتباه بزرگی کردن. امیدوارم که متوجه این اشتباه بزرگشون باشن. این خدمت به انقلاب مردم ایران نیست، خدمت به تاریخ ایران نیست، خدمت به جان آن همه خون عزیزی که ریخته شده نیست، خدمت به این همه مصیبتی که مردم مصیبت دیده‌ای که در واقع ما طی این دهه‌ها ملاحظه کردیم نیست. مردم چیکار بکنن؟ از دست صدا و سیمای جمهوری اسلامی باید به کدوم صدا پناه ببرن؟ ما الان رسانه‌ای داریم که اصلا اسم آقای پهلوی رو نمیبره. آخه این چه رسانه‌ایه؟ آقا تحقیق نشون میده یه عده از مردم در حال صدا زدن ایشونن. هرچی تو چطور رسانه‌ای هستی که اسمشون نمیبری؟ من اینجا و اینم توضیح بدم، بنده در اینجا تمام عقاید سیاسی شخصی خودم که دارم میذارم اینجا به مسائل در واقع یک خطکش علمی داریم میگیم. من موافق جریان آقای پهلوی نیستم، ولی چطور میتونه یه رسانه اسم آقای پهلوی رو نمیاره اصلا؟ مگه میشه؟ اونم در واقع دستگاه سرکوبه، دستگاهی که تمام وجود حقیقت را نگوید داره دروغ میگه. بنابراین من توصیهم اینه شخصا که اگر انتخاب کردید آقایون و خانم های اینترنشنال که رسانه آقای پهلوی باشید، خب بگید اینا مردم بدونن، تکلیف خودشون بدونن. بی بی سی مثلا دلیلش رو باید خود سردبیر بی بی سی توضیح بده که اصلا توی برنامه‌اش کارهای عجیب غریب میکنه. خب چه کسی به بی بی سی اجازه میده که بگه که آقای رضا پهلوی رهبر این انقلاب است، یا بگه آقای رضا پهلوی رهبر انقلاب نیست؟ هر کدومش هیچ فرقی نمیکنه. هیچ رسانه‌ای بی طرفی حق نداره هیچ کدوم از دو جمله رو از طرف خودش بده. میتونه بگه که آقای فلاحتی یا آقای ایکس یا ایگرگ میگوید، ضمناً بلافاصله نظر مقابلش هم باید جلوش بذاره. حتی وقتی این میگی اون الف اینو میگه باید بگی به هم اینو میگوید. ولی اینو گذاشته کنار بی بی سی، خودش رأساً به عنوان بی بی سی میگوید آقای رضا پهلوی نقطه قانونی این جنبش است. همونطور که اینترنشنال داره میگه آقای رضا پهلوی نقطه قانونی این جنبش است. ما سیمای آزادی داریم که میگوید خانم رجوی نقطه قانونی این جنبش است. این رسانه نیست که، این دستگاه تبلیغاتی حزبی، همون توازی سیاسی، اتصال به یک دستگاه سیاسی، یک جریان سیاسی خاص. این کار رسانه نیست. کار رسانه باید فرای از این باشه. بسیار ازتون سپاسگزارم آقای مزدک آذر، کارشناس ارشد رسانه از سوئد، کارشناس ارشد حقوق بشر. و ببینید، کارشناس ارشد حقوق بشر و دموکراسی و کارشناس ارشد تحلیل بحران در سوئد، شما این مدارک و این مناسبات دانشگاهی و تحصیلات دانشگاهی و فارغ التحصیلیتون رو در سوئد، اوبسالا و یک شهر دیگه من داشتم رزومتون من کارشناسی ارشد اولم در دانشگاه اوبسالا خوندم، تحلیل بحران. کارشناسی ارشد دومم در یونیورسیتی کالج استکهلم خوندم، حقوق بشر و دموکراسی. و سومیش که رسانه و روزنامه نگاری و تحلیل در واقع رسانه است، از دانشگاه سودرتورن استکهلم. هر سه درود بر شما. و زندانی سیاسی سابق در جمهوری اسلامی. بسیار ازتون سپاسگزارم آقای آذر. شبتون متشکرم از شما که فرصت دادید. موفق باشید.